بینندگان عزیز، خوش آمدید به کانال کزان تیجی. ما امروز یک نمود حولای شیر و شکر آماده میکنیم. محصولات ما شیر و شکر. مرحمت تماشا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول شیر میریزیم. بسم الله. یک یک چینی و دو چینی. شیر کم کم گرمشیدن میگیرد. ما حاضر شکر ایلو میکنیم. همون چینی که شیر ایلوه کرده بودیم با همون چینی شکر ایلوه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چینی سه چینی شکر. تا آماده تیار شدنش غیر آماده شدنش خفتن میگیریم. حولای ما جوشیده ایستاده است. خوب تن میگیریم تا تیار شدنش. حولای ما قریبی رسیدن آمد. قریبی تیار شدنش کشید. منطقه خف قدم میخیزه غوض شدیسته بینده. قریبی رسیده غوض میشه. حالا که قریب تیار شده سرخ میگرده. نگاه کنید سرخ چوز شده است. بعد ما یک قاشق باری مسکه ایلوه میکنیم.
اسکا یک قشو زیاد نه. اینا بینندگان عزیز تماشا کنید، ما در لگر ریخته ماندیم حوالای شیر شکر تا خنک شدنش منتظر میشیم. چه مشکل خیلی ملایم ترین، نه سخت آمده است نه ملایم، خیلی خشن آمده است که دهت میدازیش آو میشود. خیلی خشن آمده.
دوستان عزیز حولای شیر و شکر ما آماده شید. مرحمت به حولای شیر و شکر.